سلام بیننده‌های ارجمند، طاهری سفر هستم و تا 15 دقیقه دیگر در برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی همراه شما نگاهی به عنوان چند خبر و گزارشی برنامه. بیش از 200,000 مبتلای بیماری دل در تاجیکستان. چرا محرک بدن تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است؟ خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میاکرد به خیر گرفتیم در جوانان که سال پیش این چیز مشاهده نشد. به جای وزیران و رئیسان اگر قدرت حل کردن مشکلات را در تاجیکستان می داشتید، اول کدام مسئله را حل می کردید؟ در وطن خودمان بسیار زواد کارخانه‌های کلان کشایم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت‌های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گرفتیم. از دکان شاورماپزی تا کرسی دانشگاه، مهاجران آسیای مرکزی در روسیه در فکر تحصیل و کاری با آبرو شدند. ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. برغم درخواست تاجیکستان برای محاکمه عادلانه یک زن تاجیک، دادگاه روسیه سیاره دوسایeva را به 6.5 سال زندان محکوم کرد. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت که حکم مادر 36 ساله روز 6 ایول صادر شد و دادگاه او را در کشتن همکار گورچه‌اش گناهکار دانست. پرونده سیاره دوسایeva ماه ینور امسال پر سر و صدا شد، زیرا همکارانش گفتند به سبب دست درازی مردی آشپز سیاره او را با ضرب کارد کشت. نظر وکیل مدافع سیاره دسترس نیست. در سفارت تاجیکستان در روسیه روز 13 ایول به رادیو آزادی گفتند که با وکیل مدافع سیاره دوسایeva برای بازبینی حکمش تلاش دارند. ویدیوی جنگ و دعوا و کشمکش زنی تاجیک با مردی گرجی و کشته شدن دومی با ضرب کارد در شبکه‌های اجتماعی وسیع پهن شد و بحثی زیادی را هم برانگیخت. بعد از این دادستانی کلی تاجیکستان از مقامات روسیه خواست که پرونده را عادلانه بررسی کنند. در تاجیکستان میمانیم. در تاجیکستان از گرمی طاقت فرسا و احتمال خاکبارش زیاد هشدار داده و به خصوص از بیماران دل خواستند که خود را در این روزها احتیاط کنند. رسما تقریبا 220,000 شهروند تاجیکستان گرفتار کسلی دل و یا قلب هستند. معلوم نیست چقدر دیگر به بیمارستان نرفتند و یا در خانه به خود درمانی مشغول هستند. سالهای اخیر مرگ از سکته قلبی هم افزوده است. چرا؟ دل تاجیکان سست و آسیب پذیر شده است. برات یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش می‌دهند. اکبرشاه جانکوف ساکن 66 ساله شهر دوشنبه 13 سال باز گرفتاری بیماری قلب است. هرچند درمان‌های فرموده طبیبان را همیشه و سری وقت استفاده می‌برد، باری دوم است که به شعبه نجات مرکز جمهوری بیماری‌های دل می‌افتد. من خودم در خانه بیهوش غلطیدم، اومدم همین خط بابت نقض میکنن، بیسونی رو نقض میکنن، میسیز رو همه در دختر رو همه نگاه میکنن. با گفته سازمان World of Statistics و یا آمار جهانی که از 100,000 ساکن تاجیکستان 389 نفرشان از بیماری‌های گوناگون دل و رگ‌ها می‌فوتیده‌اند. آن نمیگوید که این آمار چگونه برآورد شده است، اما عددها نشان می‌دهند که تاجیکستان در این رده‌بندی جهانی جای اول را می‌گیرد. آذربایجان و ازبکستان در مقام دوم و سومند، اما وزارت تندرستی تاجیکستان و پزشکان ساحه این آمار را قبول ندارند. این حال در جمهوری تاجیکستان 219,100 بیمار گرفتار بیماری دل میباشد که از اینها 3,910 بیمار بیماری اولیه است، یعنی که اولین بار به این بیماری دل گرفتار شد به خود گرفته شده و در مرکز جمهوری کلینیکی بیماری دل دوام 6 ماه 10,865 بیمار توبه یافته که معالجه دیده و رخصتی شده است. همزمان دکتر زاکیروف افزایش گرفتارشوی به بیماری‌های دل را تصدیق می‌کند. وی سبب را در غذاهای تیزتیار، نوشابه‌های نیروافزا و اسپرتی، تغییر اقلیم، بحران‌های مگنیتی، استفاده بر زیاد تلفن و تجهیزات موبیلی و صدمه‌های روانی می‌بیند. او همچنین از جوانشوی بیماری قلب نگرانی می‌کند. خودی همین سال در سین سال 23 سالگی سکته میاکرد به خیر گرفتیم در جوانان که سال پیش این چیز مشاهده نشده بود، به خیر گرفته نشده بود. به مرکز بیماری‌های قلب در یک شبانه روز از 50 تا 100 نفر مراجعت می‌کردند. بعضی ساکنان بر اینند که سختی‌های روزگار سبب عصبانیت و آشفتگی و در نهایت بیماری دل می‌شوند. در بیمارخانه‌های دولتی می‌گویند طبابت این بیماری برای پیرانسالان رایگان است، ولی بارها شکایت شده است که نه همه توانستند از این امکانیت سری وقت استفاده برند. مهاجران در روسیه که کار سخت و وزنین بسیار میکنند، سالهای اخیر هرچی بیشتر به گرفتن معلومات عالی میل پیدا کردند. زادگان کشورهای آسیای مرکزی
برای دریافت جایهای کاری با نفوذ به دانشگاه داخل میشوند. خبرنگاران میگرانت مدیا از یک مرکز تعلیمی دیدن کردند که در آن برای باسواد شدن مهاجران به آنها مدد میرسانند. شعلای گل خواجت در این باره گزارش میدهد. به این مرکز تعلیمی مسکو مهاجران ازبکستانی میآیند که میخواهند به دانشگاه‌های روسیه داخل شوند. در بین آنها منصور 32 ساله نیز هست. او به مهاجرت زمانی آمد که همگی 17 سال داشت. از آن وقت تا امروز آرزوی گرفتن معلومات عالی را از دلش دور نکرده است. ما حالا به دیپلم کار میکنیم. وقتی در آینده به ازبکستان برمیگردیم با کیسه خالی میمونیم. حالا که توانش رو داریم تا سن 40-45 سالگی در ساختمان کار میکنیم. بعداً دشوار می شود. از این رو برای گرفتن دیپلم به مرکز تعلیمی آمدم. منصور سالهای زیاد چلانگر بوده است. حالا میخواهد طرحسازی خانه‌های خرد را آموزد. صاحب دیپلم شود و به وطن برگردد. من 15 سال می شود در روسیه هستم. اول چلانگر و بعدا سنتخنیک بودم. من تجربه دارم. در لوحه کشی سرفهم می روم. در بیناهای خرد کار کردن را می دانم. اگر لازم شود در بیناهای کلان کار کرده می توانم. برای همین من می خواهم تحصیل کنم تا این سمت را بهتر آموزم. دلشده یکی از خلق کرده های این مرکز آموزشی است. حالا او در دانشگاه گومانیتری روسیه تحصیل می کند. در اول دشواری ها بودند. وقتی باری اول آمدم زبان رو تقریبا 10% میدانستم. این اولین مشکلی من بود. بعد مشکلی حجت ها و پس آن منزل زیست پیش آمد. با همکاران زبان یافتن، با مردم روس معاشرت کردن دشوار بود. دلشده میگوید بنابر جای داشتن ترس و اندیشه های شخص شده و یا استریوتیپ ها مهاجران مهنتی حتی جرأت نمی کنند که در دانشگاه های روسیه تحصیل نمایند. یک سال پیش او خودش هم باور نداشت که می تواند به دانشگاه داخل شود. من باوری نداشتم که داخل می شوم چون که همه آدمان به روسیه پیش از همه برای دریافت کار می آیند و اصلا باور نداشتم که در اینجا تحصیل می کنم. اوتکیر پولودوف مؤسس مرکز تعلیمی میگوید چنین مرکزهای آموزشی که از جانب زادگان آسیای مرکزی افتتاح میشوند زیادند. به گفته او در 3 سال حدود 5000 مهاجر ازبک کورس‌های آموزشی او را ختم کردند. این مهاجران در جایهای گوناگون ساختمان، تاکسی و چون کوریر کار میکنند. آنهایی هستند که تجارت خرد خود را دارند. ماموران طربخانه‌های کلان، سرتراشان نیز به نزد ما میآیند. به قول اوتکیر تقریبا همه آنها برای داخل شدن به دانشگاه مبلغ پس انداز می کنند. طبق امور رسمی در مکاتب عالی روسیه بیش از 48000 دانشجوی ازبکستانی تحصیل دارند. شما بیننده ارجمند اگر قدرت می داشتید و یا از دستتان اجرای کاری مهمی یا حل مشکلی عظیمی می آمد، کدام کار را پیشتر از همه حل می کردید؟ بیکاری را کم کردید یا جوانان تاجیک را صاحب خانه می ساختید یا کاری دیگر؟ البته دو مشکلی که شکایت در تاجیکستان از آن بسیار زیاد است. با همین سوال همکاران ما در دوشنبه امیر ایسایف و اسکندر فیروز از راهگذران پرسیدند که اگر قدرت حل کردن مشکل را می داشتند اول کدام مشکل خود و یا تمام تاجیکستان را حل می کردند؟ قدرت می داشتم پدر مادر ما جوان میکردم. اول میخوندم، معلومات عالی میگرفتم. هرچند هازی میخوانم و مقصد بعدی از اویله جدا شدم داخل شدم. حرکت میکردم که خونم مقصد معلومات معالی کنم. بدل چه زندگی مقصد پیش رفتنش همش نقض میشه. در زندگی میخواهم که یک حرکت کرده باشم که یک صاحب کاری موفق شوم و در وطن خودم بسیار زواد کارخانه‌های کلان کشایم تا اینکه مهاجران را از دیگر دولت‌های خارجه آورده در تاجیکستان خودمان مقصد به کار گیریم تا اینکه آنها دیگر به هر دولت برای کار نروند، در وطن خودمان کار و فعالیت نمایند. من اگر امکانیت می داشتم اولین درجه مکتب‌های تاجیکستان را با تکنولوژی‌های با کامپیوترهای حاضررسان و تکنولوژی‌های نو تامین می‌کردم که کودکان از سن خردسالی مقصد با کامپیوترها و تکنولوژی‌های نو ذوق پیدا کرده در آینده مقصد یک شخصان مقصد موفق و علمدان باشند. درخت بسیار میشنوندم. اگر قدرت می داشتم نیالای زیاد میشنوندم، سایفتن میوفتم. اگر یگونجا با من زمین میدادن زردالو میشنوندم. زردالو هم ریشش هم تنش هم برگش همش درست. اگر من قدرت رو می داشتم در هر یک پنجه زمین تاجیکستان زردالو میشنوندم. رو میاریم به مسائل بین المللی. حمله روسیه به اوکراین نه تنها ساکنان این کشور بلکه شیر و پلنگ و خرس و جانوران را هم سرسان و پناهجو کرده است.
جانوران نادی را از باغ حیوانات اوکراین به لهستان یا پولشا بردند، ولی اینجا هم نمیمانند و به اروپای غربی و یا امریکا می روند. زرنگیز نوشاه گزارشی صدای امریکا را که در این باره است تقدیم می کند. آسیا را با 3 شیربچه‌اش 2 هفته پیش به باغ جانوران شهری پوزنان آوردند. صحتی آنها بهتر است، اما کارمندان باغ میگویند این 4 جانور از لحاظ روحی هنوز پورا به خود نآمدند. همه آنها از حضور آدمان کمی آزار می‌بینند. این همه تاثیر آسیب گرفتهشان از موشک و حمله به سرنشینان است. آسیا را در پی یک عملیات نظامیان اوکراین و مرکز نجات جانوران وحشی از یک قفس یا پرورشگاه خصوصی در منطقه دونتسک اوکراین پیدا کردند. هنگام آزاد کردن ناحیه‌های غصب شده، ارتش ما بعضاً جانورانی پرتافته شده را پیدا می‌کنند که در قفس بی آب و غذا ماندند. پیش از آغاز جنگ هم ناتالیا به نجات و رها کردن جانورانی مشغول بود که در شرایط بدترین نگهداری می‌شدند، اما جنگ کاری او را دوچند کرد. حالا اختیاریان می‌دانند که وقتی در خط جبهه جانوری بی‌صاحبی را می‌بینند، باید به او زنگ زنند. ماشین ما با قفس و داروی مدهوش کننده مجهز و پر آماده است. وقتی کسی به من زنگ میزند، فوراً به راه میبرایم. جانوران را اول به کیف به مرکزی پوپووا میآورند. بعد یک مدت کرانتین آنها را طریق مرز به باغ جانوران پوزنان میبرند. یک مدت در اینجا نگهداری میشوند. وقتی در اوکراین جنگ سر شد، یوز گرابچینسکا به ناتالیا پیشنهادی کمک کرد. آنها یکجا صدها جانور را از مرگ نجات دادند. زیاده از 200 درنده های عظیم جثه و نسبتاً خرد، بیش از 50 شیر و نوع‌های دیگری پلنگ و گربه ها و درنده های خرد به مثل روباه نجات یافتند. تا زمان پیدا شدن مکانی دائمی بودوباش برای این جانوران آنها در پوزنان نگهداری می شوند. چیپ و دیل 2 خرس از اوکراین به سفری نوبتی آمادگی می گیرند. ما آنها را به سفر نوبتی تیار می کنیم به رومانیا. امیدوارم این آخرین سفر خواهد بود. ما چیپ و دیل را اینجا ماندن نمی توانیم، زیرا اینجا جای برای خرس ها پر است. ما خودمان 5 خرس داریم. 3 پلنگی که به اینجا خردسال آورده شدند هنوز انتظار پناهگاهی دائمی اند. گرگ نابینا را به یونان می‌فرستند. شیر آسیا و بچه‌هایش نیز الکی جای خود را پیدا کردند. ما برای آنها جای خوب پیدا کردیم. این یانگشیر باغ جانوران وحشی در بریتانیا است. آنها اویلوی به این مکانی زیبا می‌روند. انتقال و نگهداری جانوران در باغ خرج زیاد دارد. به ناتالیا پوپووا و باغ جانوران پوزنان بنیاد بین المللی حفظ حیوانات و سرمایه گذاران دیگر کمک میکنند. سازمان ملل متحد در یک گزارش نو اعلام کرد که حجم قرض کشورهای جهان در سال 2022 به حد رکوردی 92 تریلیون دلار رسیده است. سبب اصلی این افزایش قرض بیشتر گرفتن کشورها برای مبارزه با بحران‌های مثل کووید 19 گفته شده است که پیش از همه کشورهای در حال رشد مثل تاجیکستان را تحت فشار قرار داد. گزارش سازمان ملل روز 12 ایول و در آستانه نشست وزیران مالیه و رئیسان بانک‌های مرکزی کشورهای گروه 20 نشر شد. تاجیکستان هم به گروه کشورهای رو به رشد داخل می شود و سالانه از خارج میلیون ها دلار قرض می گیرد. تنها در سال روان حکومت تاجیکستان نیت دارد بیشتر از 300 میلیون دلار قرض بگیرد. تا آخر سال 2022 حجم قرض خارجی تاجیکستان به بیشتر از 13 میلیارد دلار رسیده بود. مقامات زیاد شدن قرض خارجی را برای کشور خطرزا نمی‌دانند، ولی نگرانی ها از پیامدهای آن پیوسته در جامعه صدا می‌دهد و یک مهم نگرانی سازمان‌های بین المللی مالی و شریکان تاجیکستان قرض‌های بی‌برگشت و هنگفتی کشور از چین است. و اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر و هر ساعت در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام اگر خبری دارید به ما بفرستید. خدا نگهدار.